سلام، خوش آمدین به کانال فارسی اینوستور. خب این اولین ویدیوی 2026 اول سال نو به همه تبریک میگم و آرزوی سلامتی براتون میخوام. و در این ویدیو میگم که قراره که ما به نظر ما پیش بینی کنم، حالا که اینا در آخر سال S&P 500، چون ما همش میگم S&P 500 بخرین، میگم که S&P 500 به نظر من به چند میرسه و طلا به نظر من به قیمت چند میرسه. و پیش از اینکه من پیش بینی ها رو بکنم، چند تا حرفای آقای وارن بافت نگاه میکنیم که واقعا بهترین سرمایه گذار جهان. هر کدام اینا ازش میشه کتاب بنویسیم. ببینید، میگه که در سرمایه گذاری دو تا قوانینه. قوانین اول، هیچ وقت پول از دست ندی، و قوانین دوم، هیچ وقت قوانین اول یادت نره. پس پول از دست ندادن خیلی مهمه و کلی که میخوایم که با این ویدیوی من شما اولین کار که میخواین انجام بدین، میگم همیشه در ویدیو خود گفتم، در 2 سال 3 سال اول پول از دست ندین. و در سرمایه گذاری از همه مهمتر پول از دست ندادنه. بعدش که تو حالا سال 10%، 30%، یا 40% یا 100% سود بکنی، و یک چیزی چی میگه، حالا یک چیزی پلاس، یک چیزی که خوبه و این خیلی مهمه. پس پول از دست ندادن. پس چیزی دومش هم نگاه میکنیم. ببین این هم خیلی قشنگه، این هم خیلی قشنگ گفته که میگه که پیشبینی باران اهمیت نداره، ولی مهمه که تو بتونی کشتی بسازی. ولی منظورش ببینید که اگر تو کشتی خوب داشته باشی و تو فرق نداره که امروز، صبح یا هفته دیگه باران میشه یا نمیشه، تو کشتی داریم. و این هم خیلی ربط به سرمایه‌گذاری، ربطی به سرمایه‌گذاری که تو حالا بگیم پورتفولیوی خوب داشته باشی. پورتفولیوی خوب، وقتی پورتفولیوی خوب داری دیگه هیچ وقت دنبال اخبار نمیری. اخبار تو رو نمیتونه بترسانه. بدترین اشتباه رو میتونیم در سرمایه گذاری بکنیم وقتی که بازارها داغ بخریم و وقتی که ناامید میشه، همه ناامید میشه، تو بفرشه. که برعکس میگیم ما انسان ها کنیم میتونیم جور شدیم، ولی ما باید برعکس انجام بدیم که در پایین ما باید بخریم و در مثلا در بالا بتونیم بفروشیم. و چند تا چیز دیگه میخوام نگاه بکنیم که ببینین سرمایه گذاری درست. ببینین اینه که تو آهسته آهسته میخوایی مثلاش پولدار بشی. همه میخوایم. این نیست که اینایی که آمدن توی صفحه که میخواین آهسته پولدار بشن، این نیست که این نمیخواد پولدار زود بشن. همه میخواین پولدار زود بشن، ولی وقتی که تو میخوایی زود به پول برسی ریسکی زیاد میکنی و معمولا اونایی که تو رو میگه بیا این کورس بخر یا چیز بخر، به پول زود میرسی، خودشان یک چی برات میفروشه، خودشان پولدار میشن. همیشه باید ما راهی آهسته بریم، آهسته آهسته. این مهمتره، نه اینکه تو بری یک هفته، 2 هفته یا یک ماه یک سهام رو پیدا کنی که ضرب 10 بشه در یک ماه یا در یک سال. اینا مهم نیست. مهمه که تو اول پول از دست ندی و بتانی سال 10%، 20%، 30% سود بکنی. کمپاوند اینترست بفهمی که از همه مهمتر کمپاوند اینترسته. که کمپاوند اینترست چیه؟ بعدش این نگاه میکنیم مثلا خب امسال حالا S&P 500 به 16% ما سود گرفتیم. میبینیم هر که S&P 500 سرمایه گذاری کرد، این از اول سال، ببینید از 2 جنوری تا به امروز 16%. و ببینید مثلا اینطوری پایین، اگر از این پایین شما میخریدین 35%، یا اگه اینجا شما میفروختین دیگه همچین سودی مثلا شما 16%. اگه اینجا میخریدین و اینجا میفروختین، ببینید به جای این که تو 16% سود بکنی، تو تقریبا 20% ضرر میکردی. این مهمه که تو ضرر نبکنی اول. و این 16% از کجا آمد؟ میگم وقتی که شما S&P 500 هم میخرین، تو S&P 500
500 تا بهترین شرکت آمریکاست یا 500 تا بزرگترین شرکت آمریکاست که هر یک ماه یا هر 3 ماه بعضش 3 تا شرکت 2 تا شرکت میندازه بیرون، 2 تا 3 تا شرکت جدید جایش میگیره. که مثلا بیشترین پولا وقتی که تو S&P 500 میخری در نیویدیا و اپل و گوگل و مایکروسافته که اینا مثلا از همه بیشتر گوگل امسال خیلی خوب سود داد. یعنی تو میتونی تکی بخری، به جای S&P 500 میتونی بری گوگل بخری. مثلا اگه 10000 میخری 10000 میشد 16000 یا 100000 میخری 160000 مثلا 164000 سود میکردی، 64000 سود میکردی. یا مثلا نیویدیا مثلا 100000 می‌خرید میشد 137000 یا 10000 میشد 13700، یعنی 37% سود می‌کردی. ببین داخل S&P 500 ما این قدر شرکت ها داریم که وقتی که ما سود این شرکت ها را جمع بکنیم سود این شرکت ها میشه 16%. و خب پس حالا ما برمیگردیم به چند تا نداریم برای ویدیوی بعدی داریم. خب نگاه میکنید ببینید S&P 500 از 1950 تا 2024 ببینید ما 30% داشتیم، 23%، 18%، مثلا 3 سال سبز داشتیم، بعد 1 سال بعد اون 1% سرخ، بازم مثلا 3 سال بعد 1 سال بعد داشتیم. ببینید اینطوری. و حالی ما نگاه بکنیم سال مثلا 2023 ما سبز بودیم، 2024 سبز بودیم، 2025 هم سبز بودیم. این سال 2025 تمام شد، سال 2026 میریم که معلوم نیست. خب باز حالا برمیگردیم به این که بگیم آیا بازارها مثلا خراب، قبل از این من پیش بینی بکنم آیا بازارها احتمال داره خراب بشه امسال؟ ببینیم احتمال چرا. آره ببینیم ما از 1989 تا حالا ببینید چند ویدیو خودی خودم نشان دادم که ما تقریبا بگیم 20 تا دلیل داشتیم یا 20 تا اتفاق افتاده که بازارها تقریبا سقوط کردن، کرش کردن، بالای 20% حداقل آمدن پایین، 20 حالا نه 10%، ولی همیشه مارکت پس خودش میگیره. من چرا میگم S&P 500؟ چون ببینید هیچ کس در S&P 500 برای کسایی که 10 سال 20 سال 30 سال مثلا در S&P 500 سرمایه گذاری کردن هیچ کس ضرر نکردن. مهم بازم میگیم که امون با قوانین وارن بافت پس میگیم که پول از دست ندادن مهمه. خب این ببینین که بعدش یک چیز دیگه باید نگاه بکنیم که الان والویشن، قبل از والویشن S&P 500 چنده؟ ببین ما S&P 500 الان تقریبا 31. ببینید در اوریج مثلا نسبت به سودی مثلا تو S&P 500 نسبت به سودش بخری، الان مثلا S&P 500 تا شرکت آمریکا هر قدر سود بکنه طور 30 برابر قیمتتر میخری. حالا ببینیم 30 برابر زیاده یا کم. مثلا ما ببینیم از 80 تا هنوز مثلا ببینیم مابینیش بوده 16، ما حالا تقریبا 2 برابر همون قیمت مابینی اوریجیم. و این احتمال بازم داره امسال 35 بره، احتمال داره 40 بره، احتمال هم داره که پس این بیاید 20 بشه. پس حالا برمیگردیم به ای که به نظر من ما S&P 500 امسال چند میرسیم. من میگم من نمیدونم، هر کی به تو میگه به این میرسه او هم نمیدونه. هیچ کی خبر نداره که S&P 500 امسال 5%، 10%، 30% یا 40% بالا یا پایین میشه. هیچ کی خبر نداره. تنها چیزی که تو میتونی تو مواظب باشی. مثلا آلی S&P 500 ما را حالا بازم این ما نمیتونیم مثلا این با 1900 مقایسه کنیم. این شرکت هایی که الان مثلا سودش خیلی بهتره و شرکت های تکنولوژی اینا پول دیگر هم در میاره، ولی باز باید مواظب باشیم از نگاهی مثلا والویشن. الان ما بلندیم، بازم این معلوم، بازم نمیگم معلوم نیست که تا کی میره این، تا چند بعد مثلا پس بهش تا 20 یا 15 معلوم، شاید همین از سباش رو بشه به طرف پایین بشه، شاید هم 1 ماه بعد، شاید هم 2 سال 3 سال بعد، معلوم نیست. فقط این میتونی تو بگی که چقدر پول در مارکت میاری و از نگاه والویشن در مارکت. حالا مثلا تو پولی اگر 1000 داری، من میگم که مثلا 70% کش باشه، 30% تا بیار، یعنی 300 رو بیار. بعد دیگهش همینطوری مثلا خریده برو با این با
به این ببینی اینطوری مثلا تو ده هم بالایی میخری هم ده پایینی، هم بالایی هم پایینی، که تو همون نرخی پایینه مثلا ان شاء الله اوریج خود جور بکنی. مثلا تو ده 100 میخری تا مثلا 50 تا یا 60، تو همیشه باید اما قیمت اوریج تو درست. و اگر تو همه پول تو اینجا بانی شاید اینطوری کرش بکنه و تو وقت پول دیگه نداره. که این اشتباه میتونی بکنی که فقط تو با پولی زیاد نه الان. مثلا اگر برعکس، اگر ما الان همینطوری کرش میکردیم اینجا ما 15 می بود، ما پی ای 15 می بودیم، من بهتون میگفتم اگر 1000 دارین الان مثلا 70% تا بیار داخلی بورس، 30% مثلا کش داشته باش، چون والویشنش الان خیلی خوبه. یعنی بازارا ارزانه و ما نمیتونیم با ارزان بگوییم. و آیا این بازم قیمت میشه؟ شاید احتمال هم داره، میگیم کسی خبر ندارم. و از طلا ببینیم، طلا از سال 2000 ببینیم مثلا سودش 1%، 5%، 20%، 30% میتونیم ببینیم. ما فقط چندین سال داشتیم، فقط 3 تا سال داشتیم که قرمز بودم، ضرر داشتیم. بعد الان بگیم سود مابینی بوده 13%، بعد امسال بوده 40، که امسال فکر کنیم تا امسال فکر کنیم 60 و چند یا 70% نگاه میکنیم که امسال طلا 61%، امسال در که سرمایه‌گذاری بوده طلا 61% سود میکرده. خب این از ویدیویی که به نظر من طلا و S&P 500 به چند میرسه. من گفتم که هیچ وقت هیچ کی پیش بینی نمیتونه بکنه. تنها چیزی که تو میتونی بکنی ریسکی تا کم بکنی و با چه قدر پول میای داخل، این ده دست تو هم. نه اینکه ما اون قدر مهم نیست که امسال اگر تو باید بیایی که بگی من 5 سال یا 10 سال در بورس هستم، این مهمتره تا که تو بری بگی که امسال من باید 20% یا 30% سود بکنم. خب این هم از ویدیوی امروز. بازم میگم که امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون لطفاً ویدیو رو لایک کنید، در این کانال سابسکرایب کنید. پس تا ویدیوی بعد، خدا نگهدارتون.